درباره پیمان ملی که شما سوال کردید، فکر من این است که من در این حرکت نه پیمان رو میبینم نه ملی رو، زیرا پیمان حالت است در سیاست، حالت است که گروه حزب و حرکت های واقعی بین هم ائتلاف میکنن و یک نیروی وسیع فراگیر رو با وجود میارن. ولی در این مثال مشخص ما این چیز رو نمیبینیم، زیرا چند نفر دوستان بین هم نشستن و مصلحت کردن که تو خودت رو با نام‌های گوناگون، با نام تشکیلات‌های گوناگون معرفی کن و بعداً طبق همین سخیم ما جمع میشیم و میگیم ما چند تشکیلاتیم و خود رو الیانس یا پیمان ملی تاجیکستان مینامیم. بنابراین تغییر دادن این نام یا گرفتن این نام فریبا هیچ واقعیت را تغییر نمی کند. بنابراین نه پیمان است در اینجا نه ملی. اما ملی بودن در زبان چی معنا داره؟ یا به معنای فراگیری عمومی ملی بودن است که مقیاس یک حرکت رو نشان میدهد. در اینجا یگان مقیاسی نیست که میگیم این حرکت فراگیر است، حرکت ملی است. یا ارزش ها محور بودن رو نشان میدهد. از نظر ارزش ها ما میبینیم که خصوصا هم در رهبریتیان هم در پیروانیان یک گروه گرایش‌های تندی افراطی هستند، یک گروه گرایش‌های لیبرالی بیرون از هویت ملی هستند. بنابراین اون موقع ملی تاجیکی در اینجا زیاد مشاهده نمیشد. بنابراین از نظری مقیاسی هم ملی نیست، از نظری ارزشی هم ملی نیست. این نکته خیلی مهم است. ولی اگر بگیم پس چی هست؟ من چی رو میبینم؟ من فکر میکنم که این لایحه دو خصوصیت اساسی دارد. یکی اینکه یک لایحه تجاری هست، زیرا در شرایط مهاجرت رهبریت مخالفین حزب نهضت باقی مانده های اون به خلاصه آمدن که شاید با نام های گوناگون برآمد کردن هر یک اعضایان، هر یک فعالیان، یک مکانیزمی به دست آوردن گرانت ها، به دست آوردن مبلغ ها رو فراهم میکند که از تشکیلات های گوناگونی بین خلقی، از دولت های گوناگون می شود مبلغ های گوناگون رو به دست آورد. این ماهیت تجاری است. بنابراین می توان گفت که طرح تجاری است. ولی از نظری عقیدوی و معنوی اگر گیم، من فکرم این است که تأسیس پیمان ملی تاجیکستان این فنای نهایی حزب نهضت اسلامی است. زیرا حزب نهضت اسلامی از نظر حقوقی کیها از بین رفته بود، ولی از نظر سیاسی اطلاعاتی هنوز این حزب را در فضای اطلاعاتی نگاه می داشتن. ولی با تأسیس پیمان ملی شما بینید در یک سال اخیر نام از این حزب نیست. پس می توان گفت که رهبریت پیمان ملی حزب نهضت اسلامی را خودشان به تاریخ سپاریدند و این می شود گفت که پیمان ملی یک نوع سنگ مزاری بر سر مزار حزب نهضت اسلامی است. زیرا آنها چرا به این راه رفتن؟ زیرا امروز جهانیان، جامعه بین المللی از جمله اروپایی ها ماهیت این حزب رو دیگر میدونن، سابقه این حزب رو میدونن. اون دیدگاه های افراطی که در طول این فعالیت معین شد، اون جنایت هایی که صادر شد برای جامعه جهانی مشخص است. برای همین امروز کسی آماده نیست که با تشکیلات با نام حزب نهضت مبلغ گذاری کند، کمک کند یا اون رو سرپرستی کند یا با اون پناهندگی دهد یا با اون میدان فعالیت در این کشورها دهد. بنابراین آنها با خجالت از نهضتی بودن بیرون آمدن و یک نو با نام نو، با برند نو، با یک روکش نو ظاهر شدن. این یک طرف. و در نهایت اگر گویم از نظر من که اینجا عنصر ژئوپلیتیکی هم تأثیری بسیار جدی دارد، زیرا دستگیری چنین حرکت ها، کمک با رشد این گونه حرکت ها جزء از منفعت های کشورهای منفعت دار در منطقه ما در آسیای مرکزی، در تاجیکستان است و این پیمان ملی و سازمان های مثل این که نسبت هر کشورها در اینجا در کشورهای گوناگون ساخته میشه، در اصل یک اینسترومنتی تطبیق منفعت‌های خارجی در منطقه و در تاجیکستان خواهد بود. بنابراین
هیچ جای تعریفی نیست که این سازمان یا این تشکیلات چی قدرتی دارد یا چیزی به دست آورده است. خود این تشکیلات هیچ قدرتی هم ندارد، هیچ پتانسیلی هم ندارد. این رو من پیشتر هم گفته بودم. اگر پتانسیلی هست، اگر قدرتی هست، اون قدرتی خواجگان یا صاحبان آن است که میتواند با قدرت خودش این فرزند خود رو بزرگ کند، یا این طرح خود رو بزرگ کند، یا این طرح خود رو اگر ضرورت شود جمع کند. همون گونه که طالبان رو کلان میکنن، باز خورد میکنن، باز کلان میکنن، باز خورد میکنن، وابسته به تقاضای منفیت. بنابراین اگر این حرکت رو دستگیری کلان خارجی یابد، قوی تر از این هم شود، هیچ جای افتخار نیست، زیرا و انعکاسی واقعیت و ارمانها و ارزشها و منفعت‌های ملی ما نیست، بلکه با دست خارجی بزرگ شدن، با دست خارجی کلان شدن یا قوی شدن هیچ افتخاری ندارد که از آن حرف زنیم. و من فکر میکنم که امروز اگر شهروندان ما، دوستان ما میخوان که واقعا در پیمان ملی پیوست باشند، پیمان ملی امروز در تاجیکستان است. آن حرکتی بزرگی سازندگی، آن وحدتی ملی استوار، آن حالتی که وحدت ملی ما دیگه با خارج رفتن یک حزب، با خارج رفتن یک حرکت یا یک شخص تغییر نمی‌یابد و همچنان استوار ایستاده است. این است پیمان ملی. پیمان ملی ما این روغن است، آن کارنامه بزرگی که ملت ما، رهبر دولت ما در روغن نشان داد و اون پیروزی عزم ملی ما بر تمام مسئله ها، پیروزی روشنی بر تاریکی که در روغن ما شاهد آن بودیم، اون جز پیمان ملی. بنابراین کسی که اگر با این نام‌های مقدس می‌خواهد پیوست باشد، با پیمان، با ملت، با دولت، با مردم، با وحدت پیوست باشد، اون باید جزء از او حرکتی تاریخ سازی، حرکتی ملت سازی، حرکتی دولت سازی باشد.